سلام دوستان، اینک به سلسله درسات درباره پدیش ها یا حالت ها در اسم های زبان روسی ادامه می دهیم. در درس گذشته ما گفته بودیم که اسم های زبان روسی 6 پدیش دارند، یعنی در هر پدیش شکل آنها می تواند تغییر کند. در این درس ما درباره ایمنیتل پدیش یا حالت فاعلی میگوییم. حالت فاعلی اسم ها که به زبان روسی می شود ایمنیتل پدیش سوشیسویتل حالت یا پدیش از همه اساسی اسم است که همه حالت ها یا پدیش های دیگری اسم از همین شکل ساخته می شود. معنای ایمنیتل که از کلمه ایمیا یعنی کلمه نام روسی گرفته شده است. به زبان ما می شود نام گذارنده، نام برنده یا نام گیرنده، یعنی اشیا و آدمان و حیوانات را نام می برد یا نامشان می گذارد. به طور خلاصه شکل اسم ها در ایمنیتل پدیش نام اشیا، آدمان و حیوانات است، یا به طور دیگر بگوییم شکل پاسپورتی اسم ها است. در همه لغت های زبان روسی همین شکل ایمنیتل پدیش اسم ها یا کلمه ها همچون نام اساسی آورده می شود. مثلا کلمه های стол، میز، снег برف، книга کتاب، брат برادر، погода باد و هوا، سستра خواهر همه‌شان در شکل ایمنیتل پدیش هستند. در زبان ما ایمنیتل پدیش سوشیسویتل را میگویند حالت فاعلی اسم ها. ریشه کلمه فاعلی همون کلمه فعل است. معنای فعل کار است و معنای فاعل کار کننده. برای چی ایمنیتل پدیش سوشیسویتل را حالت فاعلی اسم ها میگوییم؟ برای آنکه در جمله ها اسم ها در شکل ایمنیتل پدیش به معنای کسی یا چیزی می آیند که کار یا عملی را انجام می دهند. مثلا این جمله ها را با هم می بینیم. снег идет. ببینید که کلمه снег که معناش برف است، در این قوسین من آوردم که این کلمه جنسیتی مردانه است و ایدیوت در اینجا به معنای بریدن است. یعنی снег идет به معنای این است که برف می برد. یا جمله دیگر погода меняется. погода هوا است یا باد هوا است، меняется تغییر می یابد. در قوس اینجا من آوردم که کلمه پگودا جنسیتی زنانه دارد. یا جمله دیگر дерево یا дерево растет. خوب дерево می نویسیم، дерево تلفظ میکنیم. همون قاعده حرفی آرا که در یکی از درس ها برایتان توضیح دادم همون رو با یادتان لطفاً بیارید. дерево درخت، растет می سبزد. من در قوسین جنسیت کلمه дерево رو نشان دادم که جنسیتش خونسا است، یعنی سریدنی رود من اینجا نوشتم. و جمله دیگرمون ребенок спит. ребенок کودک спит خوابیده است می شود. ببینید که کلمه ребенок در قوسین من جنسیتش را آوردم که می شود موسکوی رود، یعنی دارای جنسیتی مردانه هست. برای چی من اینجا این کلمه ها رو با ذکر جنسیتشون آوردم؟ به خاطر اینکه اسم ها وابسته به حالت استفاده در این یا آن پدیش فرق میکند، یعنی تغییر میکند. به خاطر همین است که یک بار دیگر لطفاً به درس معمای جنسیتی اسم ها که قبلا من یک ویدیوی دیگر رو برایتان گذاشته بودم اون رو یک بار دیگر تماشا کنید، جنسیت رو در یاد بگیرید، بعد ادامه بدهید به
یاد گرفتن حالت‌ها یا پدیش‌ها در زبان روسی. زیرا که اگر جنسیت کلمه‌ها را به هنگام آموختن پدیش‌ها شما ندانید، در آن صورت اشتباه میکنید، یعنی درست یاد گرفتن نمیتونید. موضوع جنسیت اسم‌ها یکی از موضوعهای بنیادی است. این را حتما اول یاد بگیرید، بعد ادامه بدهید به موضوع پدیش‌ها یا حالت‌های اسم در زبان روسی. شکل اسم در حالت فاعلی یعنی در ایمنیتلنی پدیش به سوال‌های کی و چی جواب می شود که در زبان روسی این سوال‌ها کتو و شتو می شود. کتو کی و شتو چی. مثلا میپرسیم شتو ایدیوت، جواب میدهیم سنیگ، یعنی میپرسیم چی میبارد. گفتیم که پیشتر که ایدیوت به معنای بریدن اینجا آمده است. جواب میدهیم که برف، یعنی شتو ایدیوت، میگویم ایدیوت سنیگ، یعنی برف بریده ایستاده است. یا جمله دیگر رو ببینید که وقتی که میگویم پاگودا میняется، سوال میدهیم که شتو میняется، یعنی چی تغییر مییابد. جواب میدهیم که پاگودا، یعنی هوا یا باد هوا تغییر مییابد. اینجا کلمه پاگودا رو گذاشتم، یعنی سوالش چی شد. یا سوال بر جمله دیگرمون که میپرسیم شتو رستیات، یعنی چی میسبزد. جواب میدهیم که دیروا، یعنی درخت. یا بر جمله دیگرمون سوال میدهیم کتو سپید، یعنی کی خوابیده است. جواب میدهیم ربیونک. کلمه های سنیگ، پاگودا، دیروا و ربیونک همشون در شکل حالت فاعلی یعنی در شکل ایمنیتلنی پدیش آمدن و به سوال های کی و چی جواب میشوند. همون گونه که میبینید در همه این جمله ها این اسم ها در حالت فاعلی یا ایمنیتلنی پدیش هستند و فعل های افاده شده در این جمله ها را اجرا میکنند. برای همین هم در زبان ما این پدیش را حالت فاعلی یعنی حالت کار کننده، یعنی اسم به عنوان کار کننده است در این جمله ها، یعنی در شکل ایمنیتلنی پدیش ترجمه کردن. یک اشاره مهم برایتان میخواهم بکنم که این را باید همیشه در یادتان داشته باشید و یاد بگیرید. در زبان ما وقتی که میگوییم کی، یعنی وقتی سوال میدهیم کی، انسان ها را در نظر داریم. پیش نظرمان انسان ها می آیند. اما در زبان روسی وقتی که کی یا همون کتو میگوییم، یعنی سوال میدهیم که کتو، هم انسان ها و هم هر گونه موجود زنده یا جاندار را در نظر دارند، مثل حیوان و مار و ملخ. یعنی کی مربوط می شود هم به انسان و هم به هر گونه حیوان. یعنی در روسی همه اینها را به سوال کی، کتو میپرسند، چی انسان و چی حیوان را. مثلا سوال میدهیم کتو، جواب میدهیم چلویک، یعنی میپرسیم کی، جواب میدهیم انسان. یا سوال میدهیم کتو، جواب میدهیم مدوید، یعنی سوال میدهیم کی، جواب میدهیم خرس. یا سوال میدهیم کتو، جواب میدهیم پیتوخ، یعنی سوال دادیم کی، جواب دادیم خروس، یعنی خروس رو هم کی میگویند، خرس رو هم کی میگویند، مثلا احمد رو هم کی میگویند. پیشتر گفتیم که شکل اسم ها در ایمنیتلنی پدیش شکل اساسی ترین اسم است. شکل اساسی ترین همه اسم ها از دو قسمت عبارت است: اساس و پایانه. اساس را در روسی اسنوانی میگویند و پایانه را
окончание میگویند. چون قاعده در زبان روسی اسم‌هایی را که با همصدا تمام میشوند میگویند پایانه یا окончание ندارند. مثل کلمه های برات، دروگ، پویس، стол و مانند اینها که اکثر اسمایی که با همصدا تمام میشوند جنسیتشان البته مردانه است. اما اسمهایی که با صداناک یا علامت جدایی تمام میشوند همه پایانه یا окончание دارند و دارای جنسیت مردانه، زنانه و یا خنثی هستند. مثل اسمهای پایان. اسمهای جنسیت زنانه را در اینجا میبینیم و میبینیم که در اینها کدام قسمتش اساس است و کدام قسمتش پایانه. ببینید کلمه سیسترا، من اینجا حرف ا رو که در آخرش آمده و پایانه کلمه سیسترا هست با رنگ سرخ اشاره کردم. یعنی ا پایانه است در اینجا، پایانه کلمه سیسترا، و سستر تا اینجا که با حرف کبود من اشاره کردم این اساسی کلمه سیسترا است. خب معنای کلمه سیسترا خواهر است و کلمه دیگر رو میبینیم که کلمه دروگه است که معناش راه است. حرف ا که در آخرش آمده است پایانه کلمه دروگه است و داروگ اساس یا اسنوانی این کلمه است. یا کلمه زملیا که معناش زمین است و یا پایانه یا окончание این کلمه است. زمل اساس این کلمه است. یا کلمه نوچ که معنایش شب است، علامت جدایی پایانه یا окончание کلمه نوچ است و نوچ تا این که با حرف آبی من اینجاش رو اشاره کردم بدون علامت جدایی این قسمتش اساس یا اسنوانی می شود. یا همچنین کلمه دوچ که معنایش دختر هست، یعنی به معنای فرزند دختر، این علامت جدایی باز هم پایانه یا окончание این کلمه هست و د او چه این قسمتش اساسی این کلمه هست. یا کلمه کیست که این قسمتی از بندی دست تا انگشتان را در زبان روسی کیست میگویند. علامت جدایی در اینجا هم окончание هست و کیست تا علامت جدایی اسنوانی یا اساس این کلمه است. یا کلمه страница که معناش به زبان ما صحیفه هست و ا در اینجا باز هم окончание یا پایانه است و страниц اساسی این کلمه است یا اسنوانی این کلمه است. یا کلمه کвитанция که در اینجا هم یا окончание یا پایانه است و کвитанции که با آبی اشاره کردم اینها این اسنوانی یا اساسی این کلمه ها است. در همه این کلمه ها اساس یا اسنوانی با رنگ آبی اشاره شده، با رنگ کبود اشاره شده و پایانه یا окончание با رنگ سرخ اشاره شده است که کار شما را من خواستم با این را آسان‌تر بکنم. و اینجا اسمهای جنسیتی مردانه را با هم میبینیم که اینها اسمهای جنسیتی مردانه هستند اما مثل اسمهای جنسیتی زنانه با حرف ا یا که علامت جدایی تمام می شوند. یعنی مثل اسمهای زنانه هستند تا حدی از لحاظ شکل. اینجا برای اون که کار شما را آسان بکنم باید بگویم که من اساس را در همه این کلمه ها با رنگ
کبود نشان دادم و اکنچنی رو با رنگی سرخ. شما دیگه خودتون درک میکنید که کدام قسمتش اسنوانی این کلمه هاست و کدام قسمتش اکنچنی این کلمه ها. خوب، مشینه می شود مرد، سترشینه رتبه نظامی است، شاید شنیده باشید. سودیه قاضی، داور، دیده امک یا تقایی هست. یونشه به معنای جوان، جوانی مرد است. پاپا به معنای پدر است. دیدوشکا به معنای پدر بزرگ یا بابا. دین به معنای روز. پوت به معنای راه و زویر به معنای حیوانی وحشی یا درنده. و اسمهای جنسیتی خونسا رو میبینیم. اینجا هم ما اساسی کلمه ها یا اسنوانی کلمه ها رو که اسنوانی سوشستویتل می شود با رنگ کبود اشاره کردیم و پایانه یا اکنچنی این کلمه ها رو با رنگ سرخ نشان دادیم که اکنا می شود پنجره یا تیریزه، مور بحر، سونس آفتاب، زولتا تیلا، ورمیا وقت و لیتسو روی. مثال هایی که برای ایمنیت نپدیج در جمله های بالا آوردیم اگر دقت کرده باشید همه در شکل شماره تنها آورده شدند. شکل شماره جمع اسمها هم در ایمنیت نپدیج آورده می شود. اگر در جمله سخن درباره شماره زیادی اشیا و انسان و حیوان ها باشد. در یکی از درس‌های گذشته ما درباره شماره‌های تنها و جمع اسم‌ها صحبت کرده بودیم. آن را به یاد بیارید، یک بار دیگر آن را تکرار کنید. انا همان شکل‌های جمع اسم‌ها همشون در شکل ایمنیتل نپدیج هستند، یعنی در شکل حالت فاعلی هستند. مثلا شکل جمع چند اسم در ایمنیتل نپدیج چنین است: سنیگا یعنی برف‌ها، دما خانه ها، براتیا برادران، سیسترا خواهران، صدی باغ ها. برای چی موضوع اسنوانی و اکنچنی یا پایانه اسم ها را در این درس یادآور شدم؟ به خاطر اینکه در این درس هم دیدیم که به هنگام ساختن شکل جمع اسم ها اساس یا اسنوانی اسم ها به تغییر میماند و پایانه یا اکنچنی اسم ها تغییر مییابد. در درس‌های بعدی خواهیم دید که هنگام استفاده اسم ها در پدیش‌های مختلف یا حالت‌های مختلف اساس آنها تغییر نمییابد و پایانه آنها تغییر مییابد. موضوع تغییر پایانه یا اکنچنی اسم ها در زبان روسی یکی از مشکلی‌های آموزش این زبان برای ما فارسی زبانان است، زیرا در زبان ما مفهوم پایانه اسم ها وجود ندارد. این چیز برای ما آشنا نیست. به همین خاطرم برای ما یاد گرفتن این موضوع خیلی سخت و مشکل است. اما هیچ مشکلی نیست که با تلاش پیاپی حل نشود. برایتان موفقیت میخواهم.